سلام دوستان عزیز، آرزو دارم جور و صحت سلامت باشین، لباس های عافیت به تن داشته باشین. ساعت 5 بجه هست دیگه. میرم از کوچه که هوای امروز خیلی گرمی شدم، گرمم است، خیلی زیاد گرم شدم. همین طرفی هفته بود دیگه، از این طرف هیچ رفته نمیشه. این طرفی آفتابیست، امروز خیلی آفتاب تیز شدم دیگه. میخوایم اگه غذا آماده کنم. بسم الله بسم الله، برو شکست. میخوایم غذا آماده کنم و ایرم از خانه من و بریم طرف سمت آشپزخانه. بله ایرم از یه آشپزخانه که ظرف و چیزا من فقط ششتیم. اگه دیگ چاشت مانده که دیگم بشم چاش غذا پخته کردم، گازم پاک کردم و امروز تصمیم دارم برنج پخته کنم. برنج امروز گوشت مرغ دیگه. تا آخر ولاگ با من باشین. لایک سابسکرایب یادتان نره و دوستان برنامه ما که زیاد کسا میبینن اما سابسکرایب نمیکنن، لطفا حمایت بکنین، لایک سابسکرایب بکنید تا ما بیشتر بتونم براتون ویدیوهای درست جذاب جور کنیم. امروز اصلا حوصله نداشتم اما تنبان ویدیو جور کنیم چون نمیخوایم یوتیوبم که از چند روز برنامه نداشته باشم دیگه. ایرم بچه مثل قدر اذیت کرده، قسم نیست. تنها در کوچه میگه بیا بریم خانه، نمیره. بیا جیگرم بریم خانه، بیا. حالا بریم خانه، بریم وی طرف مرد آمد دیگه. امیدوار هستم که از من حمایت بکنین، لایک سابسکرایب یادتان نره. و این جایی که ما زندگی میکنیم قدر ماشاءالله سرسبز، هر طرف میری سرسبزی است. خوشی آدم میده، دل آدم نمیشه. سمت دیگر دیگه خیلی هوای سرد است، هیچ هوا هم گرم نیست دیگه. خیلی زیاد زمستان زیاد است اما تابستانش بسیار کم است. بچه هم گریه داره میگه نمیریم. تا بعد دوستان شما رو به خدا میسپارم و ویدیو رو تا آخر ببینید. لایک سابسکرایب یادتان نره دوستان عزیز. سلام دوباره دوستان عزیز، آرزو دارم جور و صحت سلامت باشین و کانال ما بازم خوش آمدید. تا اینجا ما که اگر هستین لطفا سابسکرایب، لایک و منتظر نظریتتان هستم. و یک تشکری خاص از کسایی که برام کامنت میمونن واقعا تشکر میکنم. زنده باشین و خیر باشین. از ایدهاتان انشالله که ایده را که از دیگه ویدیو که سرچی میکنم بچه من خیلی گریه میکنم و ایرم از گوشت است که انداختم سخت کنم و ایجرم پیاز است و ایرم رومی که باید فلکش توتا بکنم و داخلی دیگ بندازم. امیدوار هستم تا آخر ولاگ با من باشین و لایک سابسکرایب یادتان نره دوستان عزیز. مرا حمایت بکنید لطفا. ایرم از پیاز که داخل گوشت انداختم به خاطری که خوب سعیم که چیش سرخ شد. بعد از با رومی رو میندازم که ریزت بکنم. رومی رو میندازم و ایرم از گوشت است که گوشت کم داره گوشت پخته شده، فقط پیاز و چیز که از قیچی سرخ شده که هم مزه دیگ برای و همی دیگه گوشت که نرم شده. زیاد سرخ کنم به خاطری خوب سعی میمونم که خوب نرم شد، خوب سعی میکنم. بازم تا اینجا رسیم دوستان. لایک سابسکرایب یادتان نره و من نمیخوایم مثلا برنامه آشپزی بکنم که والاش بگم که شما یاد ندارین یا خطا زیاد چی بکنم. فقط من ولاگ‌های روزمره میمونم و امیدوار هستم از این ولاگ خوشتون بیاد و مرا حمایت بکنید. واقعا سخت به حمایت ضرورت دارم. من هر وقت که یگان برنامه میمونم مثلا شب میمونم صبح سعی میکنم که چقدر بازدید خورده. بازدیدا شکر الحمدلله زیاد شدن دیگه. بازدید به اندازه کافی چی میشه اما کس سابسکرایب نمیکنه. کس سابسکرایب بکنه با اون زیادتر در هر جایی که است چی میشه. این چی هم داره کسی که در یوتیوب مثلا ویدیو سعی میکنن اونا با زیاد کس میتونه دیده بکنه و سابسکرایب بکنه دیگه. نظریاتشون رو به شما اون کسی که سعی میکنین لطفا تا آخر سعی کنین و امیره لایک سابسکرایب بکنین. من گرچه قدر ویدیو زیاد طولانی نمیمونم، زیاد 8 دقیقه 9 دقیقه 10 دقیقه زیادترش که شاید 17 دقیقه باشه یا 18 دقیقه. زیاد از کنم من زیاد نمیمونم دیگه. دوستان هر چیزی که آدم اول شروع میکنه خیلی زیاد دو هچی داره، زیاد تلاش میکنی مثلا زحمت میکشی، وقتی کسی حمایت نکنه نتیجه نگیری خیلی با آدم سخت میگذره. سلام دوستان، بازم سلام دوباره و ایرم که میبینی یه درست معلوم نمیشه به خاطر که تاریک شده
خانه که آوردم که بچه که خدا دیگه میرم از گوشتی مرغ و دیگه یک سیدان مرچ هم انداختم مثل پاکستانی آوری دیگه پیاز مادرم که انداختم بچه هم خیلی گریه میکنه میخوام میره ببرم خوابشونم گازه که خیلی پخش کنم گفتم به خاطر که نسوزه کدام رقم میشه دیگه تا آخری ولاگ با من باشین یک آوش مانده و دیگه بعد از برینج انشالله که نتیجه خوب در میاره و بازم براتون میگم دوستان ما برنامه زیادی از چکر و سفر چی نمیکنم به خاطر که واقعا نمیشه آقا زیاد از سیمان چیزی نیستم دیگه لایک سابسکرایب یادتان نره و کسی که مرا بینیده هستن فقط سابسکرایب بکنید و تا اینجا که آمدین یک نظر و هر چیزی که دوست دارین بگید شاید ما تجربه زیادی نداشته باشم از یوتیوب دیگه لایک سابسکرایب یادتان نره و نظریاتتان بگوین و تشکر از کسی که به من کامنت میمونن یک جهان سپاس از اینجا تشکر میکنم ازشان بازم سلام دوباره دوستان میرم از گوشت که سرخ شد من پلگش میکشم به داخلی میندازم خاطر که او بندازم با هم گوشت بیمزه میشه و هم دیگه مزهش که خراب میشه و همین دیگه به اندازه کافی سرخ شده دیگه نرم شده گوشت دیگه و یه قسم میمونیم یک چند دقیقه دیگه میمونیم که خوب سرخ میکنیم و اینجا او ماندم اوی باید جوش بندازم دیگه خم بندازیم شکم نداره خب من به خاطر که زود تشان دیر شد از این خاطره ببینید که اگر میکشونه دیگه با ما همراه باشین نوشته که شما چه رقم برنج پخته میکنیم برنج شما چه قسم است و من خیلی دوست دارم مثلا در وقتی آشپزی وقتی برنامه میمونم ایرم نمک بندازم میخوایم باتون گرد بزنم درد دل بکنم چون تنها هستم همیشه در خانه از این خاطر میخوایم گرد بزنم درد دل بکنم چه حالا داریم چه احوالا داریم بله سه پیرم خوب سرخ شده خوب دیگه خوب سرخ شده خاطر یک سری روغن آمده اینش هم سه جور کنم پس یه سرش آو میندازم خلاص الو جیگرم چوری این نسوزونی جیگرکم اینم از هم گوشت است دیگه با من همراه باشین دوستان تا اینجا آمدین لایک یادتان نره سابسکرایب فراموشتان نشه یادتان نره بازم تکرار میکنم مرا حمایت بکنیم سخت حمایتتون ضرورت دارم سابسکرایب ایش بالا نمیره و خیلی مرا جگر خون میکنه من زحمت میکشم یک ایده جدید که در ذهنم میاد مرا بگوان با سابسکرایب نشه بازم چی میشه من کوشش میکنم تا حدی امکان این مرچ من انداختم به خاطر که ذائقه‌شم بکشه و خیلی دوست دارم مرچ سبز باشه همه که تند باشه خوب است بازم با من همراه باشین دوستان عزیز سیرم از که آب انداختم میرم سمسه دیگه جوشی نزدیک مونده که پخته شده خوب صحیح و اینجا این نیاز داریم کفگیر که میخوایم برنجا را که در داخل دیگ بندازم دیگه اینجا هم باید کمک صاف کنم بله بیرم از اینجاست و نماز شام هم نزدیک است من برنجا بندازم برمیگردم دوستان دوستان عزیز ایرم از برنجا هم داختم کلا کشید در داخل دیگ دیگه نمک هم مقدار چی لازم هم داختم گفتم باش ببینیم که چرا خیلی چیست اما اوش به نظرم کمک کم است اینجا دیگه همون که بجوشه نکن جگرم نکن جانم با برنج باورت میتم جگرم صبر جانم و ایرم از دیگه سعی کنیم سلام ما برنج چیرم نمکش برابر کردم و یا آبم دستش مندازم به خاطر که خوب صحیح خوب شبیه نرم شه آج برابر باید باشه نمکش کم است دیگه باز دوباره نمک مندازم و یه آبم باید بندازم اینجا جوشید کاملا گیرم از اینجا بچم خیلی گریه داره خواهم نکرد ایلکوی
بجا بردم تایمم بخی زیاد گرفت از او خاطره نمکشن که برابر میکنم سرش بند میکنم میمانم که خوب صحیح جوش بکنه تا ای که خوب صحیح مزه و ذائقهش برایه. با ما همراه باشین دوستان. سلام دوباره دوستانی عزیز. اینم از برنجی که ما داخل دیگ پخته کردم امروی گوشت و گوشتم در اینجا ماندم بخاطر گفتم خوب صحیح نرم شوم. به تفتشم که از خوب صحیح برآمد. دیگه جایتان خالی دوستانی گلم. آرزو دارم تا این دمه با ما بوده باشین، خسته نشده باشین. دیگه با یک برنامه دیگه اینم از گوشت است خیلی خوب نرم شده. با یک برنامه دیگه که من بازم خدمت شما قرار میگیرم. عزیزان شما رو به خداوند تا به همتا می سپارم. دیگه شب و روز خوب خوش داشته باشین عزیزان. دیگه لایک سابسکرایب یادتان نره و دیگه ما نباید بگم، نباید یاد باشم. شما بختان بفهمین میفهمین انشالله و مرا تنها نمیمانین، مطمئن هستم. دیگه دوستانی عزیز تا یک برنامه دیگه که ما به خدمتتان قرار میگیریم. شما رو به خداوند یک تا به همتا میسپارم. دیگه لایک سابسکرایب بازم یادتان نره و لایک کنین سابسکرایب بکنین، از شما چیزی کم نمیشه. خدا حافظ و نگهدارتان.